سلام آقا مجتبی. آقا مجتبی ما دیشب رفت همون لباسش هم عوض کرد، قشنگ ترتمیز کرد. آقا مجتبی فردا کجا میخوای بری؟ زیلا. بله چی؟ مراقب مامانم. آفرین، من خودم میبرمت ملاقات مامانت. چی بخریم واسه مامانت؟ چیزی میذارم بخریم؟ نمیدونم دیده. اینجا رو نگاه کن آقا مجتبی. خب وقتی میشه مامانت میخوای چیکار کنی؟ این زهر ببرم بدم. انشالله که میذارم. وقتی میشه مامانت میخوای چیکار کنی؟ فقط کنم. بغل کنی. خب مامانتو بغل کنی، ماچو بوس کنی. آفرین آفرین. فردا با هم میریم صبح. باشه؟ باز قربونت قربونت.